بسم الله الرحمن الرحیم. جای خوشحالی است الحمدلله که در یکی از نکاتی که مردم اشد نیاز به آب نوشیدنی داشتند در اینجا اسلامیک اواسیس یک بار دیگه افتخار عفر چای آب داره و سپاسگزار هستیم از اطهر موحدین عزیزی که در واقع اسپانسر شدند تا ما با کمکشان تانسته باشیم این چای را در اینجا عفر کنیم. به طور مختصر نمیخوایم کلیپ زیاد طولانی شوه، همراه عزیزایی که در این منطقه زندگی میکنیم امروزشان صحبت میکنیم که تا چی اندازه نیاز بوده که ما چاره اینجا عفر کنیم. سلام برسه کاکا جان، خوب هستین؟ باشین من این طرف تان استاد شم. شکر. یعنی منطقه ما بسیار شکر میکشیم که منطقه ما آب نداشتیم، مردمایی که بودن و بشکار ببین که چقدر ضرورت داشتیم به می آب. یعنی می بچگکا که می آمد بیچاره بسیار از جای دور دور آب می آورد. اینا جای نزدیک خانه ما نمیشه نزدیک است، هم اگه ما از این می آب استفاده میکنیم بسیار تشکری میکنیم. وقت آمدن ما یک چیزی که متوجه شدیم این بوده که می سرکای منطقه زیاد پست بلندیام داره. وقتی که برف میشد هوای خیلی سرد واسه تفلکا کت بشکا چه قسم آب می آوردن. خب اینا مشکلات طور بود که نمی سرک ما خراب است، نه راه ما خراب است. نمی که سابق ما گفتم امیر یک جغل اندازی یک چیزی کسی کمک شود اول ترین نمی شما که رسیده نمی آب نوشیدنی را به ما زده بسیار یک جای خیر ببینین. خداوند ان شاء الله دش برکت بیاندازه. خداوند این مؤسسه هم که کمک کرده وارم خداوند ممنون زنده باش. شما هم خیر بتون و خیر باشین. این لالا خورتره که بیا پیش بیا. چال در نام کی چی است؟ نام میهن. میهن عزیز، قبل از عفر چای آب در کجا از کجا آب می آوردی؟ از پیش می آوردیم، از جای دور آب می آوردیم. مکتب هم میخوانی؟ مکتب هم. چند ساعت در بردن آب صرف میشد؟ 2 ساعت 2.5 ساعت. 2 ساعت 2.5 ساعت، یعنی واقعا خیلی سخت بوده. حالا میتونی کمی 2.5 ساعت درس بخونی ان شاء الله. ان شاء الله. پیش از اینکه چای جعفر شو از کجا آب می آوردی؟ از جای دور. چند ساعت خرج میشد؟ 1.5 ساعت. 1.5 ساعت. حالا میتونی کمی 1.5 ساعت درس بخونی ان شاء الله. تشکر. عبدالغفور عزیز، چی تعداد از خانواده ها در کل از این چای آب مستفیض میشن؟ اینجا خود خانواده زیاد است، فامیلا زیاد است، مشکلات داشتن او نبود، از خیلی دور او می آوردن، از خیلی دور او می آوردن. طفلا کلش لالان بود، از درس خواندن میماندن، از تعلیم میماندن، 2 ساعت 1.5 ساعت پشت آب میگشتن. حالا که چهار شما زدی خیر ببینه، خانه تان آباد، خیلی کت مردم کمک خوب کردی، خدا عزت بتیتان. زنده باشین، بخیر باشین. و یک بار دیگه سپاسگزار هستیم از اطهر موحدین، کسی که اسپانسر شدند اسلامیک اواسیس، پل ارتباطی میان شما و این خانواده‌ای که در واقع نیاز داشتند برای آب قرار گرفته است.